تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی ایران است. آقای قالیباف در گفتگوی تلویزیونی با مردم با اشاره به تلاش آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز تاکید کرد ما با این اقدام قاطعانه برخورد کردیم و آن را نقض آتش‌بس می‌دانیم و تا مرحله درگیری پیش رفتیم، اما دشمن عقب نشینی کرد. عزیز ما، تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه این اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش هم عبداللهی با اون تماس داشت، گفت آره 15 دقیقه است الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتا من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد. رئیس مجلس شورای اسلامی از میدان نبرد، خیابان‌های میهن و دیپلماسی به عنوان 3 ضلع قدرت آفرین امروز کشور یاد کرد. آقای قالیباف گفت این گونه نیست که چون در حال مذاکره هستیم نیروهای مسلح کشور آماده نباشند، بلکه همانطور که مردم در خیابان هستند نیروهای مسلح ما نیز آماده هستند. مردم عزیز ما، تنگه در کنترل جمهوری اسلامی است. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه این اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کردن. اونجا که بودم برادر اون آقا عبداللهی با من تماس داشت، میگفت مینروب اینا اومده در جای قرار گرفته که اگر اینجا نایسته حتما موشک ما بهش اصابت میکنه. من اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور دادم برگشت. بعد برگشتش هم عبداللهی با اون تماس داشت، گفت آره 15 دقیقه است الان برگشت. یعنی نگاه کنید، لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره، ما کنترل تنگه دست ماست. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. طبیعتا من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه محدود خواهد شد، محدودیت روش خواهد اومد. در 49مین شب از حضور مردم در میادین پایتخت، شهروندان تهرانی ندای وحدت سر دادند و گفتند شعله مقاومت خاموش نمی شود. 49مین شب از حضور حماسی مردم زیر سایه پرچم مقدس وطن. باز میدان شاهد
اینجا محله جنت آباد و این اجتماع مردمی از جنس مقاومت، همبستگی و امید. مردمی که میدان را به میادگاهی برای به رخ کشیدن وحدتشان تبدیل کردند. الان 49 شب هیچ تک تکشون به هیچ عنوان پا پس نکشیدن. این سابقه است که توی کل دنیا مردم به این شکل پشت نظام و پشت نیروهای نظامی شدن. میدان و خیابان حکم دو بال یه پرنده رو دارن برای پرواز و به مقصد رسیدن. پیروزی قطعی فقط با جمهوری اسلامی، فقط با ایران. میدان حضور در این شب‌ها تا رسیدن به پیروزی نهایی هر بار از نو نورانی می شود. تثبیت میکنه مقاومت ما رو اتحاد میان مردم، مسئولین و نیروهای مسلح ما خواهد بود. حضور هر مقدار پررنگ باشه، این سیاست و قدرت دیپلماسی ما قوی تره. باید همیشه این اتحاد رو حفظ بکنیم تا بتونیم کشورمون رو حفظ بکنیم. فرزندان این سرزمین از همبستگی تا پیروزی میگویند و اینکه کیان کشور و نظام خط قرمزشان است. دستوزشون هستیم، رزمندایی که بچه‌ای که پای لانچر هستن دست ماشه باشن و اگر تهدیدی بر کشور ما بود قاطعانه پاسخگو باشن. مثل همیشه نذارن کسی به این مظلوم تعرض کنه. و بصیرت مردم جلوه آشکار این حضور است در مقابل توطئه‌های دشمن. هم جنگ 8 سال دفاع مقدس و هم حالا مردم ما آفریده شدن. نمیتونه تفرقه بندازه. ما همه با هم متحدیم. 10 سالم به شما میام تو این جمعیت شرکت می‌کنیم. فقط باید فکر رو در واقع چشممون به دهان مسئولین خودمون باشه، با اعتماد 100% به فرماندهان میدان و مسئولین کشور. همه گوش به فرمان رهبری، پشت رهبری این اجتماعات رو ادامه بدیم تا از زمانی که لازم باشه. نه تنها دشمن بلکه همه جهان می‌داند استقلال، آزادی، اقتدار و عشق به وطن ستون‌های محکم این مرز و بومند. بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. من عذرخواهی بکنم از شما بینندگان محترم، اشکالی در بخش دوم صحبت‌های آقای قالیباف رخ داد که دوباره اون رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با این مقدمه که رئیس مجلس شورای اسلامی از میدان نبرد، خیابان‌های میهن و دیپلماسی به عنوان سه ضلع قدرت آفرین امروز کشور یاد کرد. آقای قالیباف گفت این گونه نیست که چون در حال مذاکره هستیم نیروهای مسلح کشور آماده نباشند، بلکه همانطور که مردم در خیابان هستند نیروهای مسلح ما هم آمادند. حتما برتری میدان به دست ماست. به همین خاطر هم هست که ترامپ درخواست آتش بس داره. چرا ما میگیم موفقیم؟ شما نگاه کنید اهداف دشمن چی بوده؟ به حال دشمن اگر به اهدافش نرسه شکست خورده. این روشن، ما که تعجب نکردیم. امروز خیابان، میدان و دیپلماسی با همن. امروز حتما خیابان باعث این شده که ما در میدان با قدرت بیستیم، هم نیروهای مسلح هم اینها. امروز بخشی از خواسته های ما که هم دشمن نتونه خواستش ما تحمیل کنه، هم ما بتونیم حقوق ملت رو، حقوق ملت به این معنا که ما در حوزه نظامی ایره به دست آوردیم، ولی از جهت حقوقی و از جهت سیاسی این رو برای امروز و در آینده باید تثبیتش کنیم، ثبتش کنیم. اینجا جایی است که باید دیپلماسی اقتدار به میدان بیاد. پیام قدردانی و دستمریزاده وزیر بهداشت از اورژانس کشور. وزیر بهداشت در حاشیه بازدید ستاد اورژانس گفت اورژانس 34,000 مجروح را در جنگ تحمیلی سوم به مراکز درمانی منتقل کرده است.
Kendin koşmadan yok. İndi çıkırız da yaptı. هلما هیچ کسی رو نداره. تنها یادگار یک خانواده 5 نفر است. هیچ کسی نبود. تو لحظه‌ای که آروم و قرار نداره، تو بغل آدم‌هایی که این نشون رو با خودشون دارن. این فقط یکی از 20,000 مأموریت‌هاشونه که زخم خورده‌های جنگ تحمیلی سوم رو به بیمارستان بردن. 34,000 مجروح رو همکاران ما در اورژانس به بیمارستان‌ها منتقل کردن. حالا فرمانده تیم سلامت ایران به مرکز فرماندهی عملیات‌های اورژانس رفته. سلام خدا قوت. جایی که تماس‌ها هم نجات دهندن. آقا بزن رو شونک صداش بزن، این پلکاشو باز میکنه. از همینجا یک پیغام مخابره شد به همه اونهایی که مدال اورژانس رو روی سینه‌شون دارن. خدا قوت میگم، از همتون تشکر میکنم. دست مریزاد. الان هم امیدوارم که اون کاری که تا به حال انجام دادید برای مردم و برای ایران ماندگار و همتون سربلند باشید. خدا قوت. 30,000 نیروی اورژانس در جنگ کاری کردند کارستون. بچه‌ها روشو بندازید. حملاتی که در یک روز در اصفهان انجام شد حدود 500 مصدوم داشتیم، یا حمله‌ای که در ماهشهر انجام شد ما 1000 مصدوم داشتیم. یعنی شما ببینید 1000 مصدوم رو شما بخواید خدمات فوریت‌های پزشکی و اقدامات درمانی انجام بدید، به چه حجمی از توان عملیاتی رو به اصطلاح در پی خواهد داشت. بمباران‌ها بر پیکر ناوگان اورژانس هم آسیب وارد کرد. ما حدود 57 پایگاه اورژانس و یک ستاد مرکزی اورژانس ما آسیب دید. 47 آمبولانس ما در این ایام آسیب دید که 2 فروند بالگرد ما کلا از چرخه عملیات خارج شد، مورد حجمه قرار گرفت. از بین همه اونهایی که برای نجات مجروحایی مثل هلما رفته بودند، 3 نفر حین امداد رسانی شهید شدند. هانیه جری نژاد، خبرگزاری صدا و سیما. تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی. به گزارش رسانه صهیونیستی آهارانوت، هزاران نفر از شهرک‌نشینان معترض به سیاست‌های نتانیاهو نخست وزیر در حیفا دست به تظاهرات زدند. معترضان همچنین با تجمع مقابل محل اقامت نخست وزیر این رژیم و برگزاری تظاهرات به سمت کنست سقوط کابینه نتانیاهو را خواستار شدند. نخست وزیر اسپانیا بار دیگر در نشست اعتراضی علیه ترامپ در اظهاراتی از جنگ افروزان و افرادی که حقوق انسانی را نادیده میگیرند انتقاد کرد. سانچز با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غرب آسیا خطاب به رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد شرم بر کسانی که از جنگ و خشونت در غزه، کرانه باختری، لبنان و غرب آسیا حمایت می‌کنند. مواضع اصولی و انسانی نخست وزیر اسپانیا در قبال سیاست‌های جنگ افروزانی آمریکا و رژیم صهیونیستی خشم سران این دو رژیم را برانگیخته است. نخست وزیر اسپانیا همچنین از سکوت در قبال بی‌عدالتی و رفتار جنایتکارانه در برابر حقوق انسانی و شهروندی برای کسب منفعت به شدت انتقاد کرد. منابع خبری جنوب شرق آسیا از آزمایش یک موشک جدید توسط کره شمالی خبر می‌دهند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی یک موشک بالستیک به سمت شرق شلیک کرده است. این خبرگزاری افزود نوع موشک شلیک شده کره شمالی هنوز مشخص نیست. کره شمالی یک شنبه گذشته هم 2 موشک کروز استراتژیک و 3 موشک ضد کشتی آزمایش کرد.